یه روز یه مرده تو حیاط خونش داشته لباساشو میشسته کنار حوض که یه کلاغی میاد و صابونشو بر میداره و میره. 30 سال از این قضیه میگذره، همون مرده تو همون حیاط داشته کباب درست میکرده، دوباره همون کلاغه میاد یه تیکه کباب اینو بر میداره و میره. وقتی کباب میبره برای جوجه هاش، نگو یه تیکه زغال چسبیده به این کبابه، وقتی میده به بچه‌هاش هم خونش آتیش میگیره، هم بچه‌هاش همه نابود میشن. کلاغه میره پیش مرده، یا تو منو نفرین کردی که خونه زندگیم سوخت، بچه‌هام از بین رفتن. مرده میگه این که این قضیه برات پیش اومده برای اون صابونه است، برای 30 سال پیشه. قضیه این کبابه الان مونده، کمترین صبر خدا 30 ساله. هر کی هر کاری بکنه تاوانشو پس میده.